طهمورث جان ملقب به دیوبند. واقعا حالم به هم میخوره از این دهن لقی های فردوسی. 30 سال نشستی شعر گفتی، نخود تو دهنت خیس نمیخوره. اسماعیل از تو همون بیت اول طهمورث دیوبند. دیو چه بندی؟ ما اصلا نه ایشونو میشناسیم، نمیدونیم دیوی هست نه فلان. طهمورث دیوبندی. فردوسی به عنوان معمار زبان فارسی شناخته میشه. با سرودن شاهنامه فردوسی یک نقش حیاتی در حفظ، ترویج و غنیسازی زبان فارسی ایفا کرد و به زبان فارسی هویت بخشید. فردوسی رو نه تنها فقط یک شاعر نباید دانست، بلکه پاسدار تمدن و هویت ایرانی باید دونست که با همه مجاهدتی که در سرودن و نوشتن و نسخ شاهنامه داشته، یک انسجام زیبا به نظام معنایی زبان فارسی بخشیده. اینکه یک نفری بیاید به شاهنامه فردوسی، به شخصیت بسیار گرانقدر فردوسی اهانتی کند، ناشی از فهم کم او و عدم درک او از ساحت زبان شیرین و زیبای پارسی و البته شاهنامه است که میشه گفت هویت زبان ماست، هویت ما ایرانی هاست و کسی نباید اجازه بدهد. اگر میبینیم که داره کوتاهی در این زمینه در حفظ و پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صورت میگیره، شاید باید خیلی ها رو مقصر دونست که اجازه دادن و میدان دادند که این توهین ها، این اهانت ها و این کوتاهی ها در حفظ و پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صورت بگیره. همینجا باید جلوش رو گرفت که موارد مشابهش تکرار نشود.